حالا من مثلا فکر می‌کردم که با مسی ازدواج میکنم، در این حد تو دنیای خودم زندگی میکردم. چی شد خب؟ نشد دیگه نشد به هم برسیم، حیف شد. رونالدو اونجا هست دیگه، خیلی بهتره از نظر کراش و الهی بودن. خب دیگه شما میتونید رو رونالدو کراش بزنید، ولی من ایشونو میپسندیدم. چرا آخه مسی یعنی چی؟ اصلا برات ظاهر مهم نبود نه؟ چشونه مگه؟ اون موقع کراشم بودم ولی الان روشون حساسم. به نظر این موضوع ادامه ندید. به هر حال ازدواج از یه جایی باید شروع شه دیگه. کجا مسی رو میدیدی؟ تو زنان بارسلونا برنامه سناریو هم چیده بودم. ایشون هم اون موقع بارسا بازی میکردم ولی خب نشد دیگه. نه من بارسا رفتم نه اون تو بارسا موند. دیگه اینجوری از هم دورتر شدیم. دیگه ازدواج کردم و دیگه دیدم ازدواج کردن نخواستم زندگیشون رو خراب کنم، پاپس کشیدم. رحم کردی یعنی به آنتونلا؟ فقط بحث خودشون دوتا نبود، به هر حال بچه هم بود دیگه نخواستم که بچه طلاق بشن و این داستانا. یعنی اراده می‌کردی؟ 100%.